وقت شما بخیر، امیدوارم خوب باشین. اینجا کمپ مری ترخم است، کمپی که روزانه صدها خانواده به گونه اجباری از پاکستان اخراج میشه و به گونه موقت به اینجا جابجا میشن. به گفته مسئولان این کمپ 12 کمیته که خدمات مختلف از جمله خدمات صحی است، خدمات تعلیم تربیه است و اسکان مجدد تا انتقال و تحولاتشان از این کمپ اجرا میشه. البته ناگفته نماند که به هر خانواده 10,000 افغانی از طرف مسئولان نظام و همچنین مقدار پول دیگه از طرف نهادهای کمک کننده مانند آیوین و UNHCR پرداخت میشه. قسمی که مصاحبه داشتیم با مهاجرین برگشته، این از خدمات از این کمپ راضی بودن و خوش به نظر می رسید. به امید از که روزی ما شاهد هیچ مهاجر افغان در بیرون از کشور نباشیم.